ساعت چند؟ 6:45. پیاده رو. گذرشین. میخواهم کدام جوابش را بفهمم. اول بخونم. چای می نوشی؟ اگر باشد می نوشم. خودی حاضر دم کرده بودم. تو از کجایی؟ از شرق. من باشم از جنوب. این طور باشد چای ها را تو به پیاله ریز، من باشم به تو جواب مکتوبت را می نویسم. مالش قلمم در کجا باشد؟ مرا کشته نمیتوانی. مرا کسی کشته نمیتواند. تو هم کشته نمیتوانی. ای پسرم کجا شدی؟ اگر کمی دیر میکردی مرا میکشت. هیچ گم نه. این شخص را ببند و به فکر خبر ده تا که ماشین را آماده سازد. این کار را باید به آخر رسانیم. خوب شده است. سرده مرا. من مردن نمیخواهم. سرده مرا. تو را میکشم. آینه را نزن. به تو چی گفتم؟ ایست گفتم نکن. چیکار کرده ایستاده ای؟ اینجا بیا گفتم. با کجا میروی؟ چی اینقدر نغمه میکنی ها؟ اینجا بیا گفتم. ایست. اینجا بیا. اینجا بیا. اینجا بیا گفتم.
میکشم تو رو. ای مامور کودکت رو نظارت کنید. زودتر گذر. بهتر بیاگی نکن سرک. آرامیست. سرک را دو تقسیم میکنم. تو اینقدر بی‌آداب بوده یا؟ بی‌آداب دختر. میکشم. دمت رو گیر و خفه کشی. ضرر نرسون اینتیموس. به من ضرر نرسون. بسیار غمگین شدم. اکنون چی کار میکنی؟ به این احوالم چاره‌جویی میکنم و جستجوی خواهرم را دوام میدیم. در اینجا فکر ایستادن را نداری ها؟ من یتیم نیستم. کسی مرا یتیم گفته نمیتونه. پدر و مادری من نمردند. آنها در اینجا زندگی میکنند. آن آدم‌ها تنها گوشت و استخوان پدرم را نیست کردند. اما کسی روحی آنها را نیست کرده نمیتونه. آنها را کسی از دل من دور کرده نمیتونه. آن آدمان در اصل نه ما را بلکه خودشان را نیست کردند. برای آنکه خدا هست، خدا انتقامی مرا میگیرد. آن کارهایی که به والدانم، به اکم و خواهرم کردند هیچگاه به جواب نمیماند و من هم این را خواهم دید و میبینم. ایاز ایلتیموس بس کن. بس نمیکنم. تو هم گریه نکن. من بعد نمیگذارم که کسی مرا گریاند. نمیگذارم. خیر اکنون این خر را میفراریم. با تو راه کرد گفتم. حیوان آرامید. حیوان من تو را میکشم حیوان. من با تو نشان میدهم. تو چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ بینیم شکست. نو بکار. بینی تو کج بود شاید راست شده باشد. گوش کن. این را آهسته آهسته میکشی. فراموش نکن که این سنجش است. اکنون بردار تا که ببریم. راگر کنی راگر. نجوم حیوان. جوانی نو همین است. همین. ببینیم که به شکنجه تو تا چه اندازه صبر کرده میتواند. با این اسباب لازم نمی شود. بین دو انگوش پخش کنم به مانند بلبل می سراید. به من این طور نگاه نکن. نگاه نکن. نگاه نکن. از ماشین فرو میروی. فرو گفتم. من نمیفرویم. و تو گفتم که فرو نمیفرویم نه. تو چه کودکی بد اخلاق بوده ای. میرویم زودتر باش. و تو زودتر باش گفتم. رفتیم. کودکی بی تربیت. تو چه کودکی اقرب هستی. تو برای چی کبرو کش نمی کنی ها؟ خوب شد از جناب.
خب خواهشاتون اجرا می شود. آخر ندارد. سر کنید. حالا میبینم که تو چه خیلی با سر میزده باشی. سعد دستت را بگیر برادر. قوه برق را پیوست میکنم. داد نزن. دمت رو گیر. رفتیم. به هیچ جا نمیرم. رفتیم گفتم. کودکی نو همین است؟ اینجا میشه. دخترکی شیرین بود است. این همین خیلی می نموید. مرا خیلی عذاب داد. دستم رو گزید سگ بچه. دستت رو بینم؟ وای 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 سخت گزیده اما نقض می شود. آیا گروه خونش معلوم است؟ من خونم رو نمیدیهم. مردن نمیخواهم. این را با تو کی گفت؟ فکر میکنی که تو را میکشیم ها؟ من نمیخواهم. گپ زن. کیستی؟ چی نام داری؟ من نام ندارم. در یاد ندارم. برای چی ژیتم را انتخاب کردی؟ برای چی میخوای که درایی؟ من آدم کلیش هستم. با کجای دراگویم؟ می درایم. و من افسانه نگو. چی نام داری؟ نام ندارم گفتم که. سرده مرو. سرده مرو. دخترم شما اینجا فراید و خانه دارایه. من کمی کار دارم. رفتیم. ایاز رفتیم. التماس. سلام شیرینچه. با من چی کار کردید؟ کمک خونت را گرفتیم. همه‌اش رو نگرفتید. مرا نکشتید. اوف این کودکون. خوش رویه بناشی تو را کشیم. حالا باشد خانم همشیره خونت را از تشخیص میگذراند و کسل بودن یا نبودنت را میفهمید. همش همین است. یگان کاری دیگر نمیکنید. نه جانم همش همین. کنی شیرینک از جهت خسته رفته در بیرون بشین. من با دکتر صحبت میکنم. دیدی همه‌اش گذشت. تمام. بیا رفتیم. بیا دخترم. دیگر در آن خانه زیسته نمیتوانم. سبب گورش ایپک است. هم او و همان دوی ما در آنجا زندگی کرده نمیتوانم. ایا سفسته نگو. من سفسته نمیگویم. فهمیدی؟ پدری مرا کشتند. مادرم را نیز کشتند.
акаам Фарҳод дар куҷост намедонам. шояд ӯро низ кушта бошанд. хоҳарам кӯдаки навзодро ман бо дастони худам дафн кардам. аз гуруснагӣ вафот кард. он лаънатиҳо хоҳаракамро куштанд. ба язро гум кардам. ман танҳо мондам. фаҳмидӣ? фаҳмидӣ? ҳоло ман сафсата мегӯям, а? гапзан, ман сафсата мегӯям. тинҷӣ аст? барои чӣ ба духтар дод мезанӣ? حیوان شکله. اگر با آدمانم یگان کار کنی با این کار دلت رو شکاف خواهم کرد. با شرف کلیچ به سلامتی آدمانش منوشیم. میبینیم که کدامش بیشتر توپ میآورد. شرط میبندیم. بسیار خوب میشود. من به نام را طرفداری میکنم. انتخابی بادشاه او بی قوت است. نمیدونم، اما صدای از درونم میگوید اگر غالب شوم از اسبایت یکیش را میگیرم. قبول. ولی اگر من غالب شوم چی؟ چی خواهشی داشته باشی بگو. مغازه از آن توست. لباسش را برا. نمور بگویم. نمور. حالا بازی میکنه. نمور. زهرخنده دارد حیوان. رابین باز بخندد. نخند. نخند. ای خدای بزرگ، بغیر از دری تو دیگر دری و بغیر از یاری تو دیگر یاری ندارم. بنده یتیمت آمده است. دعای مرا قبول نما. مرا به بدی غرق نکن. یا اون قصر را تو گیر یا اینکه آن قوه قصدگیری را به من بده. حالا من تو را سپانت را میکنم. یک طرفیست، یک طرف. تو هم یک طرف. کمی به خود آید بعد دوام میده. پدرم به تو سلطان بزرگ میگفت. یکی از صاحبان انکره میگفت میخواست که با تو همسایه باشد. پدرم را در آنجا تنها نگذار. او شخصی پاک بود. ملت و وطنش را دوست می‌داشت.
تنها حق را می‌دانست و از بدی امید بود. حق ما را خوردند. پدرمان را از دست ما گرفتند. به مانند خاک ما را پاش دادند. مادرم و خواهر و دادرانم عذاب نکشند. دهان من گناهکار است. شاید دعایم قبول نشود. احوالم را تو ای سلطان بزرگ تو عرض کن تا که خدای آفرینده دنیا مرا با خواهر و دادرانم واخراند با بدان روبرو. تو کیستی ابله؟ تو خودت کیستی؟ گفزنیش رو ببین. خب کن سگ. خودت خب کن سگ. طریق برای فقط یگان چیز گوی آخی. او فراشی نه ما. پدر و مادرش مردند. ما با او رحم کرده برای توزیع کردن حاجت خانه به خونه همون قبول کردیم. احمق خانه گپ نزن. چی ها میگویی؟ همین خیلی است. تو فراشی؟ ها؟ حاجت خانه رو توزیع میکنی؟ ایاز اعتبار نده رفتیم. میدانی که در منطقه ما با پدران چی میگوید؟ یا تو الکی فهمیده باشی؟ یتیمی به کفن آمد. تو حیوان چی میگویی؟ ایاز بچه ها چیز کنید زنید. ایسته او را نزنید. ایسته نزنید. ایاز نزن. ایسته او را نزنید. او چی گناه دارن؟ نزنید. بس کنید. نزنید او را. ایسته بس کنید. نزنید او را. نزنید. او با شما چی کار کرد؟ نزنید او را. بس کنید. لعنتی ها شما چی گناه آدمید؟ ایاز خوب هستی؟ والله حساب ما به پایان نرسیده است. رفتیم. ایاز خوب هستی؟ بخیر ایاز. بیا زود از اینجا رویم. یگان کس هست؟ ای به من نگاه کنید. تو کیستی؟ برخیز. عصبی نشو. بیا رفتیم. راه گرد. خودم میرم. از دختر یاری گرفتن سخت رسید. بچه ها رو نمیفهمم. تو در اینجا همشیره هستی؟ تو بیماری وزنینی؟ بیماری وزنینم. تو رو از یتیم خانه آوردند؟ نه مادرم آورد. تو میمیری؟ احتمال. گردم از کار مانده است. به فکرم میمیرم. از این نمیترسی؟ از چی؟ از مردن؟ این حالت وزنین است.
ولی شاید بمیرم به جنت روم. بیبیم دایم همین خیل میگفت کودکان پرنده جنت میگفت. شاید من هم بمیرم به جنت روم. پدر و مادر من هم در جنتن میدونی؟ خواهرک خوردیم او نیز در جنت است. تو در اینجا چیکار داری؟ از حجره پسرم بیرون برو. او را با میکروب سرایت میکنی. این جوان بسیار پرتاقت بوده است. ما خطا گمان کرده ایم. نیه؟ او بسیار نازک بود. فهمان این در باشد لذت برده بکشه. خیر به شما براری کن. اسبت را از دست دادی؟ از دست دادی؟ با خدا که میگیرم نازک پرتاقت بود است. همین طور می نماید. لیکن آدمانی من در این کار استایم او را گپ بزنانند. میبینیم. اینجا بیا. آخر چکلک در کجاست؟ در بیرون با الهام خوراک میخورد. آدمونم چی؟ آنها را در کجا از سنجش میگذارم؟ نمیدانم. گابزان اگر نمیکشم. در حقیقت نمیدانم. به گروهی ما ندادن. شاید بطش را برده باشم. گوش کن و او بگو اگر آدمانم ضرر بیند کشتن را از تو آغاز میکنم. لعنتی فهمیدی؟ برو. بیا میرویم. تو گریه میکنی؟ دامت رو گیر گفتم رفتیم. او پسری توست؟ پسرت میمیرد. خواب کن. با تو خواب کن گفتم. پسرت میمیرد. تو چی گفتی؟ تو چی گفتی ها؟ بله پسرم. پسر یگانه. اگر گرده پیدا کرده نتوانم پسرم میمیره. نمردی ها؟ خدا نخواهد نمیمیری. لیکن میمیری. میمیری. همانندی سگ میمیری. حیوان! زن حیوان باری دیگر زن. سگ اصلی تو هستی. سگ مردار. خب کن! با کاری دیگران همراه نشو و برو برا. گردم تو رو چی اینقدر زنده نگه می‌دارد ها؟ ای خاطرات رو گم کردی. ولی بگو که اینقدر قوت رو از کجا به دست میاری؟ آدم را دو چیز با پا نگه می‌دارد. یکیش دین دیگرش کین. اما هر دویش را داشتن امکان ناپذیر است. بگو با کی کین داری؟ اینقدر به شکنجه تاب آوردی. بگو کی تو را رنج داده است؟ کی؟ تو بابای پندویک هستی. پندهای خوب میگویی. اینجا بیا. عذاب باشد که نمیرد اما مزه همه عذاب ها را چشاند. عذابی سخت کشد اما نمیرد. فهمیدی؟ فهمیدم رئیس. فهمیدم. قوت شما نمیرسد. خود را فریب نکن. قوت شما نمیرسد. قوت شما برای من کفایه نیست. شما خدا نیستید.
قوای شما نمیرسد. قوای شما نمیرسد. خانم مدیر بیایید، خوش آمدید. پول تیار است؟ همش آماده است، اما این دختر بله در اینجا کار میکند. صباحت لبای مدرایدن کارو یاد دهید، یگان مشکلی پیدا نشود. روگرد وگرنه تو را به نزد دکتر میبرم. ببرم. نبر. از این طرف زود روگرد. پول رو ده. خوب، مرحمت. درد نمی کند؟ درد می کند. تو چی حق داری که فرزندی من رو میزنی؟ تو با فرزندی من چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ نه، عیاز او را نزد، آنها عیاز را زدن. تو دخالت نکن. چرا دخالت نکنم؟ آخر من هم در آنجا بودم. دهانت را پوش. به او دست نبردار. چی گفت؟ این چی گفت کوداش؟ چی گفت؟ در خانه من با من دخالت میکنی؟ اینجا برخیز، اینجا بیا. راهگر گفتم در خانه من زبانت اینقدر در رو زد و دهانت را پوش. باش که چشمونه نگاه نکرده چنان لطو گفت میکنم که راهگر بفار. انگوشهایت را میشکنم. برای چی انگوشتم را گزیدی؟ مرا نزن مرا. برای چی گزیدی؟ برای چی؟ برای چی؟ اینجا در اینجا چی گفت؟ خانم میدان مگر همین رو به شما گفت؟ او را زنید. اما او امروز انگشتم رو گزید. بینید. دختری امروز آوردم از آن شما است. کار فرمایید، اما کسل نشود و یگان ضرر نبیند، چون که او برای سلامتی فرزندم بسیار مهم است. با من بیا. من بعد با تو کار میکنم. کار را با او یاد میدیم. مایلش. با درون درو اینجا گذر. ایفلوس. ایستید، در رو کشوید گفتم به شما چی کار میکنید؟ التجا کن. التجا نمیکنم. من با کسی التجا نمیکنم بغیر از خدا. بغیر از خدا با کسی. لبای یک بار همه رو دوست داشتگیت رو به من نگفتی؟ گفته نمیتوانم. برای چی؟ خانه دار شویم هم نمیگویی؟ من زودگو نیستم. التجا کن. گریه نکن. بس است. گریه نکن وگرنه اون مرد اومده تو رو میزند. فهمیدی؟ فهمیدم. گریه نمی کنم. میخواهی که به تو یادی هم؟ نگاه کن. این رو اینجا میاری. بعد انا همین طور از اینجا میگذرونی. فهمیدی؟ یاد گرفتی؟ بگیر اکنون تو گذرون. برای چی پسری من؟ برای چی پسری من بیمار شد؟ برای چی؟ شو درو کشو میگویم. کشو درو کشو این را بینید چه داد میزند دیوانه.
اگر پدرت نمی بود میدونستم با او چیکار کنم. افروز جناب هلدون اگر امروز پرداخت نکنیم فویسو هم زیاد میشوند جناب. بس است بس. پورخورها همه‌شون وحشی بر اومدن. چیکار میکنیم؟ اینها کیستن؟ در اینجا چیکار دارن؟ التجا کن. التجا. تولو نمیکنم. با غیر از خدا با کسی تولو نمیکنم. تولو نمیکنم. ایست. سرده. تو را که میدم گیر. شما چه ها میگوید؟ این شهادت را چرا به شما برمیگردوندم؟ داد نزن. قرار داده شده است اگر در مدت معین 40% بنا ساخته نشود با کسی رحم کرده نمی شود. لایحه از شما گرفته می شود و با شخصی دیگر داده می شود. همین طور نیست محترم راهبر؟ درست. کار انشاءات یک ماه بازقطع شده است. فهمو اما راهبرم اول او به خریدنی اشیای خام مانع می شود و بعدا کاری ساختمان قطع شد گفته شکایت میکنند. سفسطه نگوی هلدون. شخصی که قرضش را پرداخت نکرده باشد اشیای خام میفروشد. آرام شوید. بیایید میرویم. ببخشید محترم راهبر. و تو باز یک امکانیت دیگر بدهم. زمینی که برای انشاءات کافته بودی در مدت یک هفته پر کن و اگر نه تو را از همه چیز محروم خواهند ساخت. فهمیدی؟ فهمیدم جناب. مرحمت محترم راهبر. خودت را با من برابر نکن. اصلا نکن. اگر تو دیوانه شده ای چه خیلی رفتاری انسانی نمی کند؟ هلدون آن وحشی پسری تو را لطوکوب کرد اما تو باشی طرفی او را میگیری. آفرین به تو آفرین. او یگان کار نکرد پدر. همراه با طریق 7-8 نفر او را زدند. این به عقل بجایی که طرفی دادرش رو گیرد لیکن برعکس طرفی آن بچه بهتر بیرو میگیرد. آن بچه اینقدر قدردان بودد. بس کن. خرید را با من ده. شد فهمو. گیرید هر چیزی که خواهید بکنید. شما هم دیوانه شده اید. مادر پایش نمیموند ها؟ پایش نمیموند اما من یک شپاتی زنم پایش نخواهد رفت. چی شد؟ با کجا می روی؟ آیات ایستو آیات او سخت رنجید است که موز برگردانید پدر. آیات نگاه کن این فراش خانه تاریخ نیست؟ چی شد؟ چی نگاه میکنی؟ از لطوکوب سر نشده ای؟
لعنتی بیا یک به یک میزنیم. این چی میگوید؟ حیوان زیر چنگال میمانی. یتیم گفتی گرزن کیست یتیم کیست فراش گرزن کیست یتیم گرزن آخر گرزن حیوان لعنتی خدا رو نشان ده گرزن آخر ای در آنجا چی گفت؟ سواش لعنتی حاضر من تو را پدر چی شد؟ پدر خیز تو را زدن؟ به من حمله کرد. این چی گفت پسرم؟ تو را لات کردن؟ خیریت آمدی پدر، خیریت در وقتش آمدی. بکار تو را چی زدن؟ برای چی زدن؟ مگر تو پسری من نیستی؟ میستی کنده نگاه کرده چیستی؟ خیز گفتم یک کودک را زدن نتوانستی. تو چگونه مرد هستی؟ بیا چگونه مرد هستی؟ گفتن از جای برخیز گفتم. تو را خر بر این زدن او پسری هرقل بوده؟ نه شاید پسری سمحان باشد. پسری قلیز دهن را در زیرش گرفته زد. شرم نمیداری هم مرا شرمنده کردی. برخیز نابکار اینجا بیا. نزنید پدر جان نزنید. مرا پدر نگو. من به مانندی تو پسری در سانچک ندارم. راه کرد زود باش. تلفنت رو گیر زودتر. پسرم این چه احوال؟ این چه احوال نابکار؟ آن بچه را میزنی. تو پسر کیستی؟ تو پسر کیستی؟ نامی من چیست؟ کلیش دهن. تو باشی سواش دهن ها؟ یعنی پسری من نباید با مانندی بیچاره ها زندگی کنی. و خود بیا. آن بچه را باید بکشی. الو بدان گرفتار شدیم کماندان. میخواهند که آدمان ما را بکشند. زفر در کجایی؟ زفر در کجایی؟ نمیدانم آمده ایستادم. زفر از ماشین فرا. چی شد پدر؟ فرا کارت نباشد. پیاده به خانه رو. زودتر. این کودک مرا دیوانه میکنه. من به آشانه بالا نمیروم. در همین جا میستم. ایاز خواهرت را پیدا میکنم. با تو وعده میدیم که خواهرت را پیدا میکنم. من بعد تو فرزند همین خاندانی. همه ما را تعقیب میکنند و میخواهند بکشند. ولی چرا شما به ما کمک میکنید؟ برای خودم من بعد بدی را نمیخواهم. لیکن برایم یک فرصت ده. روز شب تا که به تو یاری دهم. اینچنین تو هم به من یاری میدهی. برای بخشیدنت به من یاری ده ایاز. التماس. اوف سخت درد میکند. کنی بینم؟ روزی
اول همین طور است، بعدا دردش میگذرد. ببین از آنی مرا نیز بریدند. حالا باشد درد ندارد. از آنی تو هم سخت درد کرد. البته گلیم بافتن آسان است. دخترهای کلان هم انگشتشان رو میبرند. من نمیخواهم که باری دیگر آنجا روم. زودتر. الو دکتر؟ خدایا شکر. سلامت باش. سحر من با تو زنگ میزنم. یافتم. کریم جان گرده‌ات رو یافتم. نمیمیری پسرم. زنده میمونی. سلاح ها را در اینجا و در آنجا بر کنید. فهمیدید؟ فهمیدید. ها؟ اگر یگان خطا کنید شما شکل یگان حرکتی ناجا نکنید که میپرانم. و آدمانم چی کار کردی؟ احمقی نکن کلیچ. آنها از سنجش گذاشته ایستادند. چیکار سنجش؟ فکر میکنی نمیدونم آنها را کشتنی؟ با آنها چی کار کردی؟ زفردار کجاست؟ اگر تو باشی چی کار میکردی؟ اگر توانی جایشان را پیدا کنی. اگر به جای تو من میبودم همین طور میکردم. آفرین چکلک، و من مصلحتی خوب دادی. اگر تو می بودی همین خیلی میکردی. انا همین طور است. زودتر باشد کار کنید. وطن میلاد از شما خدمت انتظار است. چی این دیوانه است؟ نه، اگر دیوانه میشد با ما فایده آور میشد. این کلیج دهن در سرش هزارها فکری روباهانه دارد. زفر را از آنجا دور کنید. به نزد آن کودک ببرید. یک نفر کلیج را تعقیب کنید تا که با دام گرفتار نشویم. خوب شدش جناب. این باز از کجا پیدا شد؟ چوکلک. بسیار خوب. او را آنجا برده ببنده. کرته‌اش را از تنش برارید. من 1 سال رخصتی مهنتی میگیرم. اینش را ببین. من در اینجا چقدر راهبران گروه را به گپ در آوردم. راهبران مافیا را تولد کنانیدم. حتی بریشداران لباس زنانه پوشانیده در اینجا رقص کنانیدم. اما این چی سیر داشته است که نمیگوید؟ نمیگوید خرچه. سراغ معین است؟ بله. ده. خیر. شد. سرده. چه
بازیچه ها پسندت آمد ها؟ کرسی معقول شد. کمی بازی کنیم ها؟ کمی. شروع میکنیم. آیندی شما شرح کردیم. میبینیم که کدومی از شما پرتقال هستید. اگر ما رو مغلوب کنید نابود خواهم کرد. وای اتمچی وای، یعنی نجمی شده ای. ای خدا، با آن کودک یوریده، زود گرده پیدا کنند. آن کودک نمیرد. ای خدا، دستانم را میدونی بسیار درد میکند. خدایا سخت درد میکند. انا همین طرف جنابی باران. کلاشنیکوف رو پرتاخته به کاری فایده آورد است. کاری خوب داری. السلام علیکم. و علیکم بر سلام آقای نجمی. حسم چینی میروی؟ بله، زمستان نزدیک آمده است. زود دشواری لازم می شود. ها راست گفتید. همه جا را خنکی فرا گرفته است. خیر، خدا یارت باد. تشکر. ای دیوانه، تو بر این شخصی کاردوس رو ندیده بودم. کمی آرامی رو رعایت نکردی. این کارو نکنه. باز سرس بگویم. باز. زفر صبر کن. زفر توقت کن. این نشپوسیده بر اومد. جناب قلیچ آدمی تا باور میانه نیافته است. ایستید جناب هلدون، ایستید. بیلگین چی گپ؟ تو دیوانه شده ای؟ این شعات را مصادره کردن جناب. آن طرف نروید. چی؟ کی این کار رو کرد؟ قرض داریم، در همه جا شما را جستجو دارن، نروید. تو گدایی، فهمیدی؟ تو کثافتی. از آمدن در این خانه نه آرامی هست و نه برکت. تو چگونه بچه دیار بوده یا؟ چرا به او داد میزنید؟ ایاز به شما چیکار کرد؟ او را در این خانه دیدن نمیخواهم. اینجا خانه من است. خانه شما نه، خانه پدرم است.
من همسری او هستم. خواهی هم نخواهی هم همین طور است. فهمیدید؟ مادر آدمان آمدند. بیایید. چی میخواهید؟ سلام، ما از دستگاه اجرایی آیدی خانه قراری مصادره کردن داده شده است. چی؟ یک طرفی ما که درایم از هم یک طرفی سا ما درایم برای چی نمیبونی که درایم یک طرفی سا ایستا من می درایم. همه رسوا شد. جناب هلدون چیکار میکنین؟ این آینه نیلگون را نیز بنویس. ایسته شما چیکار میکنید؟ اون از اونی من است. این نشاخو دیگر از شما نیستم پسرم. بیهوده کوشش نکن. مادر جان التماس. اوف، این چه مصیبت است. سببگار این همه تو هستی. بعد وقتی کثافت از خانم برا دف شو. ایاز با کجا میروی؟ کوهگیری حیوان، تو را میکشم. همراهی پرنده هایت میکشم. جناب میگویم که به جناب خلیج خبر دهید، شاید یاری دهد. چی خلیج؟ چی ها میگویی؟ سببگار همه این مصیبت او میباشد. خدا مرا جزا داده ایستادد. سببی جزای من این کارهای بدی او. فهمیدی؟ جناب هلدون براری کار میکنم هلدون، براری کار. از ماشین فرار. ایکان دوام ده. حاضر حیوان ایستا. حاضر ایستا میگویم. ایستا. ایاز یک روی نکن ایست. رو از پیشم. چرا به من داد میزنی؟ من به تو چیکار کردم؟ رو گفتم رو. من خواهرم رو میجویم. تو رو با خود بردن نمیتوانم. نمیفهمی. رو. مایلش رو. دیگر بار نگرد. من به تو چیکار کردم؟ دیوانه. چیکار کردم؟ نمیشود. مسخره نکنید. با دقت کار کنید. الو دکتر، نتیجه تشخیص دونر چی شد؟ حالا ناآمده است. اگر دسترس شود حتما با شما زنگ میزنم. نه، من اینجا ایستاده نمیتوانم. با اونجا میروم. خودت را کشی هم بر نمیگردم. من باید چاره خود را ببینم. اکا و خواهرم را باید پیدا کنم. اکا، اگر اکام فرهاد نیز زنده باشد او را باید یابم. اکا جان التماس نمیر. اقلا تو زنده باش. خدایا به من یاری ده. ای خدا، غیری تو کسی ندارم که التجا کنم. باید اکا و خواهرم را یابم. آهی پدر و مادرم را قبول کن. ظالمان را به خاک یکسان کن. التماس.
زفر توقت کن گپ نزن این کارو نکن گپ میزنم نکن گپ میزنم تمام حیوان نقل میکنی کارهایی کرده قلیچ را یک نقل میکنی ها؟ نقل میکنم گپ میزنم همش رو نقل میکنم زفر نترس گپ میزنم باران یعنی در اینجا پنهان شده ای با تشبوس چیخلک اینجا هزم چین شده ای دنیا چقدر خورد است دیدی باز وا خوردی قلیچ لیتنان تو قفا مانده ای باید پالکونیک کلیچ شوی کنی بینیم به مانندی هر وقت ماهیر هستی یا نه کنی بیا دوام میدیم موش و گربه بازی میکنیم دیدی مثل پیشتره نیستی پیر شده ای موش و گربه بازی هم کردن نمیتوانی فکر کردی از من گریخته میتوانی ها؟ من هم کار دارم اگر لازم شود تپانچه پدرم رو هم میگیرم اوه بسیار عجیب کو برای چه یا کودک رو میکشیم اگر لازم باید میکشیم در اینجا کسی به ما دست نمیبردارد فهمیدی اول پیدا میکنیم بعد چی کار کردن رو فکر میکنیم فهمیدید بچه ها من فهمانده توانستم فهمو بسیار خوب رفتیم راهگرد جناب باران حالا با تو کاری بسیار داریم زود باش برخیز راهگرد زود باش آدمی چیکلک ها جایت در بغاچ است راستیست اکنون گپ زن تو با پیش نگاه کن حیوان حجتی سال 2015 از گنرال آرتور گرفته امان در دست ما نیست دولت گرفت در جای در کاری می باشد برادر
این را میدانم. چیزهایی که نمیدانم آن را نقل کن. چی؟ مثلا برای چی میخواهید به جیت وارد شوید؟ هدف کلید چیست؟ چی ایستاده ای؟ گپ زن. کلیچ میخواهد که باید شود. همین است؟ همه دردش همین است؟ همین پول و کرسی همه‌اش همین است. پول؟ احمق. گریه نمی کنم. برای هیچ کس گریه نمی کنم. برای هیچ کس. تا انتقامم را نگیرم تماما گریه نمی کنم. اطراف را از نظر گذرانید. کسی اون بچه را بیند به من خبر دهد. اگر به دستم افتی گوشت را بریده به پدرم نبرم نامم سوش نباشد. اینجا بیا جنابی بابا. به خانه خلوت آمده. این جای پسندت می آید. بیا. چوکدک. ای مرا میشنوی چوکدک؟ روباهی مکار. من در اینجا چی میگویی؟ در حجرت هستی چوکلک؟ در حجره‌ام چی میگویی؟ بسیار چوکلک نگو حیوان. خب این تر باشد آنجاییست. این باز چی کارها کردنی؟ نابکار کلیچ، تو با من بازی میکنی؟ گپ زن. الو، من باران. باران؟ من با تو زن نزم نگفتم. باران مرد، اوتگر نیست. تو نجمی و من نجمی گفتن شخص رو نمیشناسم. باران زنده شد. چوکلک، من او را زنده کردم. کلیچ. کلیچ، البته کلیچ. تو چی فکر کردی؟ با جناب باران گذشته را نظر کردیم. تو را به یاد آوردیم. ساعت 2 جناب پالکونیک از راهی گفتم میگذرد. همه آماده است؟ آماده ایم قماندان. آدمانت را تیار کردی؟ تیار کردم قماندان. کی میپراند؟ باران، بارانی اتمجه. مناقشه بر آمدنش را میداند؟ میداند قماندان. این شخص را پیش از این هم استفاده برده بودیم. مشکلی نمیشود. اگر شود تو میسوزی. جناب پالکونیک باید با یک تیر هلاک شود. زخمی لازم نیست. خطرناک است. از حد زیاد. با کسی رحم نمی کند. کار همه را ویران خواهد کرد. حجت نو تیار کرده ایستاده است. مناسبتی قاچاقبران را با افسرها فاش می کرده است. کارش دائما همین است. کار مرا نیز ویران کرد. وقتی که من همش را حل کردم با برابری نویستن یک حجت با گرفتن رتبه مانع شد. حالا باشد او
گنرال لیتینان می شود، گنرال می شود. من باشم باید عذاب و مشقت پالکونیک می شوم و همین طور نفقه خور می شوم. نه این طور نخواهد شد، با این راه نمیدم. آشگان اسکر برای کار می خواهم. برای کار غمگین نشم. برایت مراسمی دفن را با تنتنه می گذرانم. اتمجه کارتال آماده باش. کارتال اتمجه کارتال گوش میکند. زنی سرخپوش برآمد. فهمیدم، تمام. در این راه قبر شهیدان بوده؟ بله قماندان. آنجا ایستید، فاتحه میخوانیم. خوب شد است قماندان. مرکز 3 ستاره آماده اید؟ 3 ستاره تیار است. 10 کیلومتر بی خطر است، فهمو؟ قبر شهیدان چی وضعیت دارد؟ بی خطر است، فهمیدید؟ سلامت باش. باور کرده. اگر آدمات خطا نکند این عملیات مثبت است. صبری جمیل خواه. سلامت باشید. تشکر. خداوند بیامرزد. سلامت باشید. سلامت باشید. خوب هستید؟ خوبه. تشکر. صبری جمیل با شما. زبان از را فرو بردی. چی میخواهی؟ ایوز بر ایوزی آدمانم باران کار پاک است. قبول. پس از 1 ساعت در نزد مزار رو میخوریم. نیرنگ نیست؟ نیست. چوکلک چوکلک. در آنجا است. شما 2 نفر از این طرف روید. تو با من بیا. او را دستگیر نمایید.
نگونید حالا با دستم هم میافتی به حجت خانه میروم. زود رفته بیا وقت را بهوده نگذارم تشخیص مثبت است دونر گلبیاز یلدیز موافق است اما یک معما هست دل دختر سست است احتمال مردن را دارد چی؟ ای خدا خیر پسری خانم ایدن صحت میشده است آنها میخواهند گرده گلبیاز رو گیرند زودتر دستگیر نمایید آفرین چوکلک تنها آمده یا؟ آخیر نیرنگ نیست گفتم و تو؟ حیوان همه وجودت نیرنگ است ماشین را از نظر گذرانید در اینجا نیست در بگاش هم نیست آن شخص در کجاست؟ باران در کجاست؟ بیگو وگرنه این سری خالیت را پاره میکنم خالی گفتی؟ در این سر عقلی هست که برای دیوانه کردن تو کفایه است چوکلک فکر کردی که من احمقم؟ در اصل آدمانی من در کجایم؟ فکر کردی که من این طرف کردن از تو نمیدونستم؟ فهما من با تو سراغه را میگویم تو باشی با من باران را میدی بگیر آدمانت نمرده رفته میرسیده باشی ایست اگر باران نباشد میکشم باران در کجاست بگیر چوکلک ماشین در کجاست؟ تماشا کن چوکلک در اینجا ماشین را از نظر گذرانید بغاژش را گشایید احتیاط شوید موادی تر کردن نداشته باشد در همین جاست کماندان
چوکلک خام. سگ‌ها خدا شما رو میزند. زودتر باش ویدا. دیدی؟ با آخری راه آمدی.